اگر شما بیزنسمن باشید همین یک بیزنس قپید 3-4 بیزنس بنرید. اگر بیزنسمن باشید مصلحت من گوش کنید. چیم 5 تا 3 تا یا 4 تا بیزنس مایدهک ساختن لوش یک تا بیزنس کلون سازید. اگر شما بیزنسمن باشید چرا که همون کار تکرار به تکرار کردن میگیره آسان میشه. این همون کار است که شما پروفسیونال میشید. اما وقتی که آدم یک کار کردن گرفت 5 سال 10 سال 20 سال همون کار به تو سیرامنو توانا میشی بقوت میشی بیشتر میفهمی نسبت دیگه کارا. برامون اگر شما بیزنسمن باشید یک کار قپیده گیرید هواس زیاد کرده رفتن گیرید. نه اگر شما همتون رنگ مثال بگیم سپورتسمن کار میکنید من یا زویزده میگم یا که شما همچون رنگ وای 3 تا راه هست یا که شما رنگ متخصص هستید منیجر هستید یا که پول جمع کرده هستید یا که رنگ کنازوازده هستید یا که آرتیست هستید یا که نمیدونم یا دکتری بقوت هستید یا که شما چیکار کردن در کنید نگاه کنید هست راه بیزنسمن پوت بیزنسمن значит یک بیزنس گرفته کلون کرده روید بهتر یک بیزنس هست راه زوزده من این زوزده میگم ریال زوزده این کدوم راه مثلا این کار راهی که سپورتسمن راهی که آرتیست راهی که مثلا بگم لوبو کادری که اونجا کار میکنند معلم بقوت نتاروس کار میکنند ادوکات کار میکنند همون متخصص بقوت شده پولدار شده گه شما حرکت کنید که یا که همین ساحه خودتون با بیزنس سازید. مثلا اگر شما معلم بقوت باشید مکتب کشید دیتسکی سخت کشید پاوری بقوت باشید کافه رستوران کشید همون ساحه خودتون با